خبرهای اقتصادی امروز 20 اکتبر در پیام تیوی. در ولایت سوخت ساکنان محلی چند روز است که از نرسیدنی گاز مایع در نقطه‌های فروش سوزشواری شکایت می‌کنند که این هم صاحبان ماشین‌ها و هم به خانواده‌ها تاثیر می‌رساند. طور سپوتنیک تاجیکستان خبر می‌دهد در ولایت سوخت مواد سوزشواری و مالیدنی ارزان شده ولی گاز نمی‌رسد. اکثر نقطه‌های فروش سوزشواری در خوجند با کمبودی گاز مایع روبرو شده‌اند. به گفته کارمندان نقطه فروش سوزشواری این به مشکلی‌ها در سازشنامه‌های بین تامین کنندگان بزرگ و صاحبان نقطه‌های فروش سوزشواری وابسته بوده است. به گفته استعمالگران قریب یک هفته به این طرف در سوخت گاز کم یافت شده است. در همین حال طی 2 هفته اخیر قیمتی هم بنزین و هم گاز به طور قابل ملاحظه به حساب میانه 30-40 درم پایین رفته است. نرخ 1 لیتر بنزین نوع 92 9.5 سومانی، نوع 95 حدودی 10.5 سومانی، سلیارکه 12 سومانی و 40 درم، گاز مایع حدودی 5 سومانی و 70 درم می باشد. مسئله نرسیدن گاز مایع را به آن ربط می دهند که بیشتر شرکت های یک لطف فروشی از انتقال گاز مایع به شرکت های چکنه به دلیل ناموافق بودن قیمت آن خودداری کرده اند. منبع می نویسد 2 هفته پیش نرخ هر کیلو گاز را به شرکت های چکنه فروشی با نرخ 10 سومانی و 20 درم می دادند. حالا با این نرخ گاز دادنی نیستند بلکه می خواهند باز هم فایده بیشتر گیرند و تا 12 سومانی فروشند. یادآور می شویم که تاجیکستان مواد سوخت را اساساً از روسیه و قزاقستان وارد می کند. شرکت هایی که در این سمت فعالیت دارند کارخانه های فراز، گازپروم، سیگنج، گازوئیل، سوخت نفت، رائس سامان می باشند. تاجیکستان و بانک آسیایی رشد برای مبلغ گذاری علاوگی سازشنامه گرانتی آید به لایحه تامین آب و بهداشت شهر دوشنبه را به امضا رسانیدند. بنا به اطلاع مرکز مطبوعاتی وزارت مالیه تاجیکستان، قرارداد این توافقنامه را دیروز در دوشنبه وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده و نماینده دائمی بانک آسیایی رشد در جمهوری تاجیکستان خانم شنی کمپبل امضا کردند. هدف لایحه بهتر نمودن دسترسی همگان به خدمات بخطر، تامین استواری آب تامین کنی و کانالیزاسیا در شهر دوشنبه می باشد. در لایحه همچنین برقرارسازی کلکتورهای اساسی کانالیزاسیا و بنیاد شبکه‌های کانالیزاسیا 2 و 3 در محله‌های قراتگین و زیبانشاهی شهر دوشنبه پیش بینی شده است. مبلغ عمومی این طرح 42,630,000 دلار بوده. 38 میلیون دلار آن گرانتی بانک آسیایی رشد و 4,630,000 دلار سهم حکومت تاجیکستان است. تطبیق لایحه از سال 2022 آغاز شده. قرار است لایحه سال 2028 انجام یابد. شهروندان روسیه انتقال مبلغ را به قزاقستان، ارمنستان، ازبکستان و تاجیکستان افزایش داده‌اند. از این انتقال پولفرستی مهاجران کاری استثنا می باشد. اربکا با استناد به اظهارات سازمان‌های قرضی می نویسد پس از آغاز بسیجسازی نظامیان از 21 سپتامبر شماره انتقال‌های فرامرزی به کشورهای قزاقستان، ارمنستان، ازبکستان و تاجیکستان توسط خدمات انتقال بین المللی افزوده است. به گفته نماینده خدمات MTS منی، حجم بازار انتقال فرامرزی در 6 ماه آخر افزایش یافته است. از 15 سپتامبر تا 15 اکتبر مشتریان وینشتورک بانک به کشورهای دوست به مبلغ 2 میلیارد و 100 میلیون روبل بیش از 7,000 انتقال را انجام داده اند. تینکوف بانک نیز در آخر ماه سپتامبر افزایش شماره و حجم انتقال به کشورهای همسایه را ثبت کرده است. خدمت رسانی انتقال تینکوف توسط رقم تلفن به کشورهای همسایه افزایش انتقال را به قید گرفته است. وینشتور بانک میگوید بلاروس، قزاقستان و ارمنستان معمولترین سمت‌های انتقال مبلغ به کشورهای دوست شده اند. توسط تینکوف بانک اساساً به ازبکستان و تاجیکستان مبلغ ارسال کرده اند. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به پول سامانی برای امروز 20 اکتبر مقرر کرد. قرب رسمی 100 روبل روسیه در تاجیکستان 16 سومانی و 15 درم می باشد. بانک ملی تاجیکستان قرب 100 دلار ایالات متحده آمریکا را 1021 سومانی و 64 درم و 100 یورو را 999 سومانی و 78 درم مقرر کرده است. نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه های لندن 91 دلار و 81 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه های نیویورک 85 دلار و 6 سنت معامله شد.
نرخ طلا. قرب طلا در برج‌های لندن صبح امروز $1629 و 15 سنت برای یک اونس تعیین شد.